سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو بچه. امروز میخوام بهترین اتچمنت های اسنایپ دیل رو بهتون بگیم. بچه اسنایپ دیل به نظر من بهترین اسنایپه و اتچمنت هاش به نظر من این اتچمنت یکی از بهترین اتچمنت هاست. حالا چی؟ اول از استاک شروع میکنیم. خودتون انتخاب کنید دیگه، یا کامبت یا اسکلتون، این دوتا خوبن. من خودم به شخص اسکلتون رو بیشتر دوست دارم چون موومنت اسپید هم داره و بهتره. خلاصه واسه همین من اسکلتون گذاشتم. به نظر منم شما هم اسکلتون بذارید. بعدی برله امای پلایت خیلی چیز خوبیه و براتون ات تایم و میده. به نظر من این خوبه، میتونید اینو بذارید. مازل یود او دبلیو سی بهترینشه به نظر من، چون بقیه چرت و پرته. بعدش میرسیم پرک یا فست سویچ بذارید یا همین اسلایت آف هند. ریلود تایم رو بالا میبرید، چون ریلود تایم زیاد چیز نیست. من ریلود تایم رو میذاشتم، ولی خب به نظر من فست سویچ بهتره، به درد اسنایپری رو میخوره. لیزر هم که یه دونه هست بذارید، به دردتون میخوره. و بچه الان میریم تا با هم ببینیم چی عذاب دار اومده. بچه این همون اسنایپ دیلمون، اومدیم تستش کنیم ببینیم چی عذاب در اومده. فاصله های دور قشنگ میتونه بزنه، مثل این. و میتونه اسنایپ خوبی باشه. و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، امیدوارم به دردتون خورده باشه و تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.